در سال 1068 هجری قمری، نادر قلی بیگ در خانواده‌ای فقیر در خراسان به دنیا آمد. پدرش چوپانی ساده بود و زندگی آنها در سختی می‌گذشت. در سن 13 سالگی نادر پدرش را از دست داد و برای تأمین معاش به فروش هیزم روی آورد. چند سال بعد او و مادرش توسط ازبک‌ها اسیر شدند. مادرش در اسارت جان باخت، اما نادر موفق شد فرار کند. نادر در سن 15 سالگی وارد ارتش شد و به سرعت استعداد نظامی خود را نشان داد. او توانست افغانها را شکست دهد و سرزمین‌های از دست رفته را از عثمانی‌ها و روس‌ها پس بگیرد. در سال 1148 هجری قمری، نادر در دشت مغان تاجگذاری کرد و رسما به سلطنت رسید. این رویداد آغاز سلسله افشاریه را رقم زد. نادر شاه سپس به سوی هندوستان لشکر کشید و در نبرد کرنال ارتش مغول را شکست داد. غنایم جنگی که او از هند به ایران آورد آنقدر عظیم بود که برای 3 سال مالیات را در ایران لغو کرد. نادر شاه افشار، مردی که از فقر به اوج قدرت رسید، امپراتوری بزرگی را بنیان نهاد و نامش را در تاریخ ایران و جهان ماندگار کرد.